این بوزه دارم اینجا ببندی آخی همه را خورده رای همه را اسباب کده مرده کپ کوا جمعه را پشت جمعه دل کده استایو یا منو دم تو بگیری نمیمونی اگر خورم اسبابمو ویران کردن ختیمی بستون بز بخر نگاه میکنه او نگاه کنه چو میکنه همه گشنی چور خوره اینو پودینا رو جقیده اینو با بخلجانا رو چی میکنه باور که همین جوانی توی ختیمی بزن نه عصب مونده نه گفتی روسا نروی سرام ویران شده برا دکتر برا روزی بازار همجا محکمه کجا بری کجا بری با دکتر فراد کو نه اونجورم ده همسایه مونده زنگ زدیم دکتر گفتم بیا که اسبم ویران شده سرم من با هم پشت سرم هم میکشم خیلی دکترم چه؟ بیا بگو سرم ویران شده بیا بلند شده اینجا بیا السلام علیکم علیکم السلام یا همین روز یک شنبه میمونن آدم را که جا در خونه شون دام بگیرم بیا دکتر بیا ها تینجه ای در روزی استراحت هم آدم را فیراد کنین بشه باور که دکتر جان بیا بز خریده روزی درو به اسبام خراب کرده اوزی اینه اسبام خراب شده جوری بزا او متم نمیخره خود متم نمیخره یا میخره با به عصبا را خراب دکتر جان کرده ببین راستی که نه همین مست کنم خب میکشم بولم بالو نگاه کرده بیستی با اندک سر میتیکو با اندک سوز میشم با هم خیلی میشم برای عصب گفتی ها؟ عصب این های پرشوکه بگی؟ این با عصبا رو میکنن ها دکتر جان این را پیش خورو خوردن نکنی که بعد خورو این برای خودت نیست برای کی اگه نه؟ برای بز سی زنک چوی بیار تسر بیار چوی کبود زنک حالا چوی بیار تسر چوی ایدمی چوی شد هوپا اویا 56 شست کنی ناز نداش مونده شدی؟ سخت مونده شدم چای آوردی؟ چای برزم؟ چای بیارم چه زنک جان؟ چه؟ ای اوش دا ایش کلون های کو نغزم؟ این چیه؟ نغزم؟ اینم مادر چای نغ زنک جان کی آمد گفتی زنک جان؟ همسایه صابیر کدام صابیر؟ همسایه؟ همسایه بلوگی ها؟ نغز همو گاپی کاری که نه زنک جان؟ پروانه که زنک جان یک چای دیگر هپ زنک جان؟ باز کی آمد؟ باز قربانی همسایه قربانی همسایه تمام پروانه که زنک جان همش نغز میشه گفتم کو نصیب باشد زنک جان با نزدیکی شوهر تمام قشلاقه میخرم پروانه همسایه با گفتن در مسکو السلام علیکم همسایه جان نازه سوزه تینجه همخی گفتی آخی خودتان گفتین کو راست همسایه نبایدم زد همسایه جان ای مسکو فرامادم اینمی سحر فرامادم همسایه جان همین راستی گپ سمالیوچی را التماس کردم لیوچیکا گفتم همین بالای قشلاق دا فرار مرا هر چی گپاراد نکرد همسایه جان هر سر 80 کیلومتر میدوم 500 تا ارجمانی میزنم باور میکنی همسایه 80 کیلومتر میدوی 500 ارجمانی میکنی من این کارو ایتده کار ندارم گوش کو
قرض مرا قیمتی انا بعد همین خیل کردم دینشا باوردم شما کی آورده اینجا با من زوجم آوردم زوجتون ها شما کی رو آورده تراکتور میرونم تراکتوریست شما ها ما شما مادرتون تولد میکنه شما عجایب بودم بودید مادرم نه منم زوجم آوردم اینجا با تولد کردم نه حالا انتظار شده استادیم منم چکل مایده چوی بام از اونی من بچه ها من کم تنکم وایده سال زیخ من چرا برای چی زیخ شما فهمیدم یکم فرزند برای همون باشد پیش بزرگ نشوید سالی گذشته زنک تولد کرده بود 11 همش دختر همین دنز نه چندین فالبینو طبیبا برفتم همین تاری و نامی با نشینید گفتم دوبای رفتم قنبا پسر شود گفته ده حالا این انتظار هستم اگر همین روزم دختر شود من نمیدونم خودم چیکار میکنم یا وای چیکار میکنم یا وای چیکار میکنم فهمیدی اگر بنا با یگان تون پسر شده ماند از آن شما همین یک پسر با دو دختر بارتر با چیکار شما مونه دیگه پوتونه خیلی نمیشه دکا توبه من برعکس است این شما دختر گفتید می؟ این من همش پسر شده است یک قندتون زنی دی شما به خداوند قد دادگی نیست تو دیگه همه چیز دادگی بله خدا باشه کنید شما چپانه چی دیگه السلام علیکم خواهر جان چی شد از اونی من اسماعیلوف کیه اسماعیل ما زنی ما تولد کرد ممکنه شمارم چیکار باشه خرسند میرده با فکرم زنشون تولد کرد با فکرم بچه دار شید چی گپ شد دکتر جان اکا جان بخشش زیاد همدردی و قبول کنید وقتی زنتون تولد کردن ده گذشت زنم گذشت این با فکرم عشق شادی کردم و یا ها نه عشق شادی این خیلی نمیشه باید نگاه کنید بری جامعش که تو پاک کرد چشم بشه یا فقیر آب شد نه یا تو فهمیم چی بیگ نمیریم چی بگوید چی بولی این کاربار رفته نمیشه و گیریه هاش بسیار بدوایی میشه بلندی بدن این همین دختر چیه گفتو همین چی هم پیچوره دلشون آب کرده همین دختر برآمده کیم چی گفته نه کاری نقض نشده میگم دوگونیک تولد کرده باشه نه با فکرم خودشان تولد کرده گذارید تقدیر همین بود اکا جان شما رو همین ممکنه اکا جان زیر نشوید بندگی دیگه چه میگیرید بخشش اکا جان زن شما صحت سلامته و آدمی گفتم کو باید گذشتگی و دیگه آدمه زن شما دوگانیک تولد کرد یگان چی سفیدی میتین ما نه اپا همین مرد گفتی مرد